السلام علیکم، روز سعید، جمعه مبارک باشد. همشهریان و هموطنان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت هستید. شهرک سامانیان شهر اسفر روز جمعه، همین که درباره یکی از سهمگزاران و آباد کنندگان محله سامانیان چخیلی که میبینید، امروز راهی اساسی شهرک سامانیان اسفالت پوش شده داده است. مردم به نهایت خرسند هستند. از خرد و کلان همه در مهنت است. آبادکاری میکند. بگذار آن نفرانی که سهم ارزنده خویش را برای آبادی محل، برای وطن، برای گلگون شکوفای تاجیکستان گذاشته ایستادند، خداوند اجر و ثوابشان را بیاد. یکی از ثوابای بهترینی اسفالت پوش کردن همه که آجی همه در مهنت.